رفقا مخلصیم بچه ها. بیت کوین رو بگم بهتون، خیلیاتون پرسیدید چه خواهد شد بیت کوین ارز بخریم یا نخریم. بچه ها بعد از اینکه 5 موجی سعودی بیت کوین تکمیل شد، الان توی اصلاح اونجایی که گفتم باید بریز ریخت. حالا موج بعدیمون، بچه ها بیاید این موج شماری سریع انجام بدیم. ببینید این موج اول بعد تغییر ساختارمون بود که اتفاق افتاد روی چارت و اینجور اومد سمت پایین و 382 صدم زد. موج دوم هم همون جور اومد و 382 صدم فیبوناچیشو پر کرد. بچه حواستون جمع باشه چی میگم. موج بعدی ما که اتفاق افتاد یعنی موج 3 ما، یعنی موج 3 ما که گفته بودم توی ترکیب تو اون آموزش موج شناسی، این حرکت بود از سقف به کف. منتظر 618 فیبوناچی بودیم. این 618ش الان تاچ شده تو موج 3 و موج 4 داره تکمیل بشه. بچه ها یا 3 موجی میشه یا 5 موجی. 3 موجی که نشد، پس 5 موجی خواهد بود. این موج 4شه بچه ها. موج 4 ما هنوز 382 صدم فیبوناچی تاچ نکرده. به نظر من بیاد بزنه موج 4 اینجا تکمیل بشه و بعد از اینکه موج 4 تکمیل شد متاسفانه باید بگم که مارکت باید بیاد پایین. اینجور بگم بهتون که مارکت بیاد پایین و برای تکمیل موجمون بیایم تا تقریبا 36 تا 40 هزار که اینو دقیقا در میارم، دقیق عددشو در میارم که کدوم لول باعث ریجکت قیمت به سمت بالا خواهد بود. فقط الان اون چیزی که انتظار داریم تکمیل موج 4 که بیاد 382 صدمه این موجشو بزنه. حواسا جمع، بریم ببینیم چه خواهد شد.